2021 افغانستان شاهد یکی از بزرگترین تحولات تاریخ معاصر خود بود. بازگشت طالبان به قدرت پس از تقریباً 2 دهه. پیش زمینه این تحولات به توافق میان ایالات متحده و طالبان در دوحه باز می‌گردد که با تصمیم دولت بایدن برای خروج کامل نیروهای خارجی سرعت گرفت. تابستان همان سال طالبان با سرعت و بدون مواجهه با مقاومت قابل توجه بخش‌های وسیعی از کشور را تحت کنترل گرفت. در رابطه با عملکرد طالبان در 1 سال گذشته به خصوص و بعد از روی کار آمدنشان به صورت عموم میتوانم بگوییم که هم نقاط مثبت وجود دارند هم نقاط منفی. در رابطه با نقاط مثبتش به این مسئله میشه توجه کردن که از وقتی که طالبان تا به قدرت آمدن تا به حال امنیت افغانستان به صورت کلی گرفته شدن، یعنی یک ناامنی یا بی‌نظمی بر اثر امنیت در افغانستان دیده نمیشه و از طرف دیگه اینمی مسئله باعث ازی میشن که طالبان حاکمیت خود در افغانستان تحکم ببخشه، یعنی ایجاد یک امنیت و نبود یک چالش جدی از طرف مخالفای طالبان در حقیقت نظام طالبان را تا یک جای را تحکم ببخشه. در ماه جولای نیروهای آمریکایی بدون هماهنگی قبلی پایگاه بگرام را ترک کردند، پایگاهی که از سال 2001 در کنترل آنها بود. و بعد هم در رابطه با مسائل منفی که در این دوره به وقوع پیوستن میتونیم بگوییم که از جمله نبود کار یک چالش بسیار جدی برای مردم افغانستان هستند که حتی آمارهای این نشان میدن نرخ بیکاری در حدود 40% از دورانی که طالبان به قدرت آمدن افزایش پیدا کردن. تولید ناخالص خود افغانستان هم در حدود 30% کاهش پیدا کرد. پس از خروج ناگهانی توان نیروهای دولتی کاهش یافت و تا اوایل آگوست طالبان کنترل بخش قابل توجهی از استانهای افغانستان را در دست گرفت. در 15 آگوست و بعد از اینکه اشرف غنی کشور را ترک کرد، پس از سلسله اتفاقاتی که بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت، دولت وی بدون درگیری سقوط کرد. سقوط نظام جمهوری در افغانستان و آمدن طالبان با قدرت به اون اندازه که نتیجه تلاش طالبان بود، به اون اندازه نتیجه ناکارآمدی نظام قبلی هم بودن، چون یک نظام وارداتی بودن بدون اینکه اما فرهنگ و رسم و عنعنات بومی را درش ریشه داشته باشند. پس از خروج کامل نیروهای خارجی در پایان آگوست، طالبان بعدی تشکیل دولتی فراگیر را داد، اما قطع کمک‌های مالی و مسدود شدن دارایی‌ها مسیر آن را با چالش‌های عمیق اقتصادی مواجه کرد. به عنوان نقاط مثبت یا دستاوردهای مثبت برای طالبان میتونم اول از همه ایرا عرض بکنم که تحکیم حاکمیت طالبان در همه نقاط افغانستان که هم نتیجه امنیت نسبی بودن که طالبان آوردن در افغانستان، این میتونه یک نقطه مثبت برای طالبان باشه. و نقطه مثبت دیگری که از بود نظام طالبان میشه بیان کردی هستند که ایجاد روابط با کشورهای دیگر که من جمله شاهد بر رسمیت شناختن طالبان از طرف روسیه بودیم که خودش هم یک دستاورد نسبی به نظر میرسن. همچون بعضی کشورهای دیگه مانند ازبکستان اینا هم یا امارات متحده را وقتی نگاه بکنیم با طالبان روابط خوبی داشتن در این چند سال. اینا میتونن به عنوان دستاورد مثبت برای طالبان مطرح شوند. اکنون و پس از 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با چالش‌ها و فرصت‌های تازه‌ای در عرصه سیاسی و اجتماعی روبروست.